با منبری ممکن بریانچ هم باشد، تیلاش هم باشد، لیکن عینور فقط الله میسازد. عینور هیچ کس ساخته نمیتونه. انامو منبری نورها دا نفرهایی میشیند. گفتم پیامبر گرامی که اینها در دنیای دیگر به خاطر خدا دوست می‌داشتند. میگه وقتی اینها را منبر میتن، اگه شما ببینید یغبطهم النبیون و شهدا، به معنای غیبت خوردن، رشکشان میبرده پیغمبرها و شهیدا را که مقصد این مرتبه و مقام یا کیان که در این خیلی مقام و مرتبه بلندن که با آنها گفته میشد اینها نفرهایی هستند که در دنیای دیگر را به خاطر خدا دوست داشتند. برادر حقیقتا این کار دشواره. ولی در آیت قرآن ما میخواندم معنا میکردیم در مسجد، ولی زمانی که بگیم که بیماری های پدر و مادر را ندیده بودیم، میخواندیم مقصد مکافاتاش که میدیدیم هر کسی در پدر و مادر خدمت کنه، مثال هما جنت و کوانار و تقدیر جنت دوزخ در دست همین ها ای فلان ای داد میزدیم، جاغ میزدیم. لیکن وقتی که بیماری کردن، وقتی نگاه و بین کردن این پدر و مادر بسیار مشکل بوده. این بیهوده تری اجرهای وزبین و ثوابهای وزبین الله مهربان وعده کرده است، کارشان دشوار بوده. همین دوست داشتن از برای خدا هم برادر عزیز خیلی مشکل شده. بود در همین زمانه های ما حاضر همین که جای دکیه دوست های فقط برادر عزیز نگاه میکنه که ای کام جهت قطعه میادم چی دارم یادم که من به مثال یک دوستی کنم چی داره، آبرو داره، پول داره، مقصد پدری منصبدار داره، چی دارم یا آدم که من مقصد همین یک جهت باید به آدم مثال دوستی کنم. لیکن گفتید داملا که این دوستی هایی که به خاطر برادرای عزیز مالی ما می شود، آبروی ما می شود، مثال دیگر می شود، اینا همش یک گویم گفتی هم خوجندی و وقتی چای یا در حال میگذرن، بسیار میگذرن و این پاینده هم نیست، این دوست هم نیست. او دوستی را که پیامبر گرامی گفت که لا تصاحب الا مؤمن، شما دوستی کنیم با نفرهایی که مقصد ارزنده هن، عقیده دارن. این خیلی دوستی ها برادر از برای الله این خیلی دوست نیست دیگر، قریب کی نیست دیگر. مشکل یافتنی دوستای از برای الله را بسیار مشکل. برای همین که قدر اجرهاشم این مکافاتاشم چقدر مثال تو در میدان قیامت عزیزی، چقدر احترام داری، چقدر قدرهای زیاد داری. الله رحمت کنه جناب جنونی را میگو رفیق اهلی کمیاب است، هوش دار، حذر کن از قرینهای دلازار، برو بنشین به نزد کژدم و مار، مرو بر نزد هر شیطان مکار. بین برای قطعی مارها بشین، قطعی کژدم ها بشین، زیرا یک زهرت میزنن، اگر ایماندار باشی ایمان میبری کو. لیکن وقتی آدم با نفر نتری دوستای بگیم بسیار نالایق وقتی میشینی، اینها هم در دنیا اگر یگان راهی بدت برن، هم از ایمانت میمانی، ببین هم ای جانت میمانی. برای همین یعنی همیشه برادرها دوستایی که از برای خدا گفتن ما اگر انتخاب کنیم یا که همین کار را بتونیم کرده، ببین به منفعت خود مونده، ما طعم ایمان میچشیم برادر. ما رنگ همون قصه هایی که مثال گذشت انامجد بعد همین راحت و بعد لذت همین ایمانداری را ما احساس میکنیم. و این همین چیزا که نباشد، این همین سه چیزی که گویا که الله و رسول مقدمی همه باید دوست بداری. دوم کسی را دوست میگیری و میخوای دوستش بداری به خاطر خدا باشد. سیوم مقصد همون اعتقادی غلط و نادرست روزهای بسیار سیاهی که داشتی هیچ وقت دیگر میگه در خودت میگه او روزها را پیش نظرم نیار و هر گاهی که اگر میلت با بسوی همون مثال پیدا شید
دیگه این حلاوت ایمان در تو پیدا نمیشه. یعنی از او روزها پناه طلب کو و همیشه مقصد برای او روزها آبی چشم که چه روزهای سیاهی بود که من در تاریخ حیات و مقصد سپری کرده. خدای مهربان عاقبتمون بخیر کنه و ایمانمون با سلامت نگه داره. و عزیزای خدا میگن عمر آن که صرف کرده در حضور ذکر او حیف عمر در پی این نفس کافر بگذره. خدا را شکر میکنیم که گاه هم یکان لحظه های از عمر ما برادران در یک نشست های میگذرد، در یک مصلحت های میگذرد، یک دیگر نصیحت میکنیم و دیگر از یک دیگر پند نصیحت میگیریم. انشاءالله برای ما و شما بسیار روز میگد یک جنگ باید آماده میشد. سرلشکر این جنگ رسول اکرم بود. پیش از آنی که محاربه را با این مثل این دشمن خدا وقتی که اگر سر میکرد میگد صفها را راست میکرد پیغمبر، صفها را راست میکردن. برای همین است که ما دائم تاکید میکنیم صفهای شما راست باشد. صف اگر راست باشد دل همه ما و شما راست میشود. رسول اکرم صفها را راست کردند و در دست میگه یک تیاقی داشتند که با او تیاق میگد هر آدم میگد پس میکرد پیش میکرد، پیش ایست پس ایست گفته با همون تیاق میگد راهنمایی میکرد. بناگاه میگد یک صحابه یک آدمی عادیه میگد از بین میگد با آواز بلند کرد گفت پیغمبری خدا تو در شکم من گفت با اون چوبی که در دست داری در شکم من زدی، شکم من آزار یافت. رسول اکرم گفت چیکار کنم؟ گفت من هم میخواهم که همون چوبی دست در داری، همون چوبی که در دست داری با همون چوبی تو در شکم تو بزنم. رسول اکرم بین آدمی که خداوند میگد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. کسی که محمد پیرو می شود، کسی که در محمد بیعت میکند همچنان است که بیعتی در خدا کرده است. هم تزاد تیاق میگد همون چوب در دست همون صحابه داد که میگد از هر جانب آواز شد، ابوبکر از یک جانب، عمر از یک جانب، ای دوستی خدا این کار نکن، این پیغمبر است. لیکن رسول اکرم باشد چی میگفت؟ میگفت در نزد خدا همه ما یک هستیم و چوبه میگد دراز کرد بر این صحابه و گفت که قصد خودت بگیر. میگد اون صحابه چی گفت؟ گفت در حالتی که چوبه به جانب من دراز کرده پیغمبر این شکم بی من لیچ بود، شکم بی خودت لیچ کن. رسول اکرم میگد شکمش لیچ کردن و این چوبه میگه این صحابه گرفت. همه منتظر است که چوب در شکم پیغمبر زده می شود، لیکن این صحابه پیغمبر مطلبش دیگر چیز بود. میگه بزانو زد و چهره خودش میگه در شکم پیغمبر خدا میمالید و بوسه میکرد و گفت که پیغمبر خدا من این شب خواب دیدم که در این جهاد من به شهادت میرسم. از این خاطر من خواستم که آخران ملاقات من بر تو همین خیل صورت بگیرد و این چهره‌ای که در شکم تو من میمالم میدانم که این چهره را دیگر آتش دوزخ کار ندارد. از این خاطر من این عمل بر تو کردم. مطلب ما چی است؟ مطلب ما این است که یک عادی ترین عسکری پیغمبری خدا قصد از پیغمبری خدا میگیرد، لیکن پیغمبری خدا بر او تیار است. تیار است که عادی ترین عسکری و عادی ترین امتی او از رسول اکرم چیکار کند؟ قصد بگیرد. یعنی رسول اکرم تکبری نداشتند. از این خاطر هر کسی که در کجایی که اگر از مردم ما و شما در پهلوی ما و شما قرآن دشنا میتد، پیغمبر دشنا میتد، ما هم حق داریم که او را چی دشنا میتد در جوابش دشنا بتیم.
احترام نسبت آدم خوب میکنیم ما. خداوند در قرآن چی میگه؟ واغلظ علیهم. محمد دیگر بر این کافرها تو دیگر گپی نرم نگو، با درشتی با همراه اونها صحبت کن. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. اینشم قریب مانند به همین است. ما یک همسایه داریم، آن شخص در دیگر دین است، دینش دیگر است، یعنی دینی حضرت عیسی. ما با او گفتیم چرا دین اسلام رو نمیگیری؟ او گفت همین دین رو هم آخرتش جنت است. آیا این حقیقت دارد؟ این برادر سوال میکند که در همسایگی یک همسایه‌ای داریم که در دین حضرت عیسی هست. با او وقتی که تکلیف میکنیم که چرا دین اسلام قبول نمیکنیم، میگد عاقبت همین دین عیسی هم جنت است. فرقش چی؟ مطلب همین است. ما با همه دین‌هایی که بود و همه پیغمبرهایی که در قرآن ذکر شده است البته ایمان داریم. با همه دین‌هایی که بود ایمان داریم. با همه پیغمبرهایی که از حضرت آدم تا رسول اکرم به زمین آمدن، به همگی ما ایمان داریم. لکن امروز قرآن در روی زمین است و رسول اکرم آخران پیغمبری هست که در روی زمین فرآمدند و دیگر بعد این پیغمبر نمی شود. ما هم یک جای تعجبش است، یک جای افسوسش است. چرا که ما ایمانی بر همه دینها و همه پیغمبرها داریم، لکن پیروان عیسی و پیروان انجیل عیسی چرا که رسول اکرم تصدیق نمیکنن با پیغمبریش و چرا قرآن کتاب خدا نمیشمارن؟ این برادری که گفته است عاقبت دین عیسی هم جنت است، این 100% غلط گفته است. زیرا که قرآن چی میگد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الدین عند الله الاسلام. با درستی این که خدای ما و شما میگوید همان خدایی که انجیل روان کرد، همان خدایی که عیسی را روان کرد، همان خدایی که موسی را خلق کرد، همان خدا چی میگد؟ با درستی این که نزد من دینی که نجات دارد این اسلام است. فقط اسلام دینی شناخته شده است. دیگر دینها را خداوند نام نگرفت، بلکه چی گفت؟ بلکه خداوند بر ما و شما میگد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خدا در قرآن میگوید ای تمام مردمی که در دین موسی هستین، در دین عیسی هستین، یا در دین زردوشت که دین زردوشت کو کلا باطل است، اگرچه باشه اما ایمان داریم. اگر در قرآن باشد، اگر در صف پیغمبرها باشد، ما با او ایمان داریم، لکن باوری دارم که این هم یک دین باطل است. خدا خطاب میکند همه شما واعتصموا بحبل الله، شما امروز با چنگ بر ریسمان قرآن بزنین، ولا تفرقوا، دیگر در دیگر دینها داخل نشین. مراجعت خدا بر ما و شما همین است. در دیگر جای قرآن سوره آل عمران چی میگوید خدا؟ و ما یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. این جنت ما از او شخص او دین را هرگز قبول نمیکنم. لن معنای هرگز میتد، هرگز قبول نمیکنم. و هو فی الاخرة من الخاسرین، و مکافات آدمی که در غیر دین اسلام است این زیان در حق جان خود کرده است و او در قیامت نصیب جنت نمی شود. بین از کجا؟ اگرچه امروز حمله های این دین های بیگانه در مردم ما و شما بسیار است، ما و شما احتیاط کنیم، تشنه میمانیم. به خدا قسمی تشنگی ما و شما تشنگی دوره صحابه پیغمبر نیست.
اذیت میکشیم، مشقت میبریم، تمام فتنه ها را بالای سر قبول میکنیم، لکن پیروی پیغمبر را از دست ندین و الا شما زیانکار در آخرت میشین. من بر شما همین قدر خاتمه گپ دارم. این بهترین دین است، این بهترین پیروی هست. کسی پیروی عیسی است، کسی پیروی موسی است، هرچی نیکی هم که کند در همین دنیا خداوند نیکیش را جزاش میتد. یعنی او را از او ممکن که مصیبتش دور کند، ممکن که یک بیماریش دور کند، لکن فردا او یقینا دوزخی است، او هیچ وقت جنتی نیست. السلام علیکم بابای حاجی. اولا خدا عمر این سوال دهنده را دراز گرداند. من زنا کردم، با چشم کردم و با دستهایم کردم، دل و نیتم خیلی بد بود، حتی که با آدم نزدیکترین خانمان هم دل نیتم بد بود. من این سخنهای شما را شنیده فهمیدم که من آدم بدترین بودم. من چیکار کنم که خدا گناه مرا ببخشد؟ من از شما التماس میکنم که به این سوال من جواب دهید. من این سوال چندین بار جواب گفته بودم، باز بر شما جواب میگم. کدام شما جوانهای عزیز اگر زنا کرده باشین، با کدام طریقه نباشد، خواه به چشم، خواه به دست، خواه به بدن، اگر شما در بین عرق نوشی کرده باشین، اگر شما در بین دلازاری کرده باشین، اگر شما در بین بینمازی کردین، امروز که شما به درگاه الهی نزدیک شدید، شما توبه صدقاً که کردید، خداوند همه گناه شما را مغفرت کردگی هست. با یک دل پره تو باوری کن که گناههای تو در نزد خدا بخشیده شده است. زیرا رسول اکرم چی میگد؟ میگد هر کسی که، معنای حدیث امین است، هر کسی که اگر توبه میکند او به منزله شخصی هست که نو از مادر تولد شده است. کسی توبه صدقاً میکند او چی هست؟ به منزله شخصی هست که مثل از مادر با یک فطرت تازه که در وجود هیچ غلط، هیچ خطا، هیچ سیاهی نیست، مثل همون هستید شما. از این خاطر دهیه کلبی را تماشا کنید. 60 سال حیات خودش در کفر گذرانید. 60 سال پادشاه بود، نزد پیغمبر خدا آمدن. رسول اکرم وقتی گفتن من این 60 سال میدانی که چندین دختری خودم که حتی از 20 نفر زیاد به دست خود زنده گور کردگی هستم. رسول اکرم گفت خداوند بخشیدگی است. دهیه کلبی از دل دیگر این غم اندو را دور کن که خدا دلت را صاف گردانیده است. اگر توبه تو صادق باشد، توبه تو صدق باشد. برای همین هر کسی که توبه میکند، توبهش اگر توبه مکر نباشد، توبه فریب نباشد، این انشاءالله در نزد خدا بخشیده شده است. میتواند که البته باز عبادتاش زیادتر کند. السلام علیکم دامنای عزیز. شکر خدا را میکنیم که چنین پیشوا داریم. بعد همین سوالهای ما جواب گردانید. زنی که در حیض بوده، مرد میتواند با همین زن با طرز مالیش شهوتش را پس کند. اینجا یک سوال دیگر هم بود از این برادر. دویم سوالی که این همسایه‌ای که دین عیسوی داشته است، دویم سوال کرده است در اینجا که دامنای عزیز بچه های بی درد و با تنومند می طلبند، آیا آنها را چیزی بدهیم؟ درست است. یعنی این سوال وقتی که آمد، دیروز مرا یک برادر در دست خودم داد. اینجا ما یک پیشگفتاری داشتیم در باب همین صدقه بود، لیکن اونا نگفتیم. البته آن جوانهایی که به تنومند هستند، جوانهایی که بی درد هستند، جوانهایی که هیچ نقص ندارند، از همه بهتر همین است که این کسب طلبندگی کسب نیست. پیغمبر خدا میگه این المسئله لا تحیلو، طلبیدن حلال نیست. با طلبیدن کسی که میخرد زندگی خچه پیش میبرد، او خوردگی او شخص حرام است بر بدن او. رسول الله میگه لو تعلمون ما فی المسئله،
اگر شما بدانید که همین طلبیدن چی هست، ما مشى احد الى احد یسأله شیئا، شما هیچگاه به سوی یک برادر مؤمن یک قدم پیش نمیزنید برای طلبیدن وقتی شما بدانید که طلبیدن چی یک کار عار است، چی یک کار پست است. از این خاطر هیچ وقت جوانها به طلبیدن باید که راه ندهند. البته زیب طلبیدن همون کسی دارد که یا اعضای درست ندارد یا موی سفیدی هست که تماما برجا مانده هست، دیگر هیچ قوتی کاری ندارد. ما میتونیم یا یک روزه نفقه در خانش ندارد، گفتی پیغمبر، اونا را میتونیم که ما دست درازی کنیم. لیکن این بچه هایی که جوان هستند اینا را باید وقتی در یک آنجا تعلیمشان است، خواندنشان است، یک کسب یاد گرفتن است. این طلبیدن در وجود انسان البته آموخت می شود، به همین دیگر هیچ کار به ذمه نمیگیرد، به همین طلبیدن روزی خودش پیش میبرد. از این خاطر مادامی که خیلی نزد دروازه ما و شما آمدن، چگونه ای که خدا در سوره الضحی میگوید و اما السائل فلا تنهر، شما وقتی که طلبنده نزد دروازه شما آمد، شما به طلبنده با آوازی بلند گپ نزنید، بلکه چیزی که داریم بر او عطا کنید. یعنی میلش عطا میکنیم از نزد در او کس ما ناامید روان نمیکنیم، لیکن طلبیدن این حلال نیست. طلبیدن در ما و شما کسب نکنیم هیچگاه. این وقت حتی ما و شما همین کودکایی که هست، یعنی در گناه کردن اونها ما و شما اونها را یاردم میتیم. برای همین اون جوانهایش که یعنی کسب همین طلبندگی را پیشه کردن، ما و شما اونها را البته دست درازی نکنیم، لیکن اونش که نزد دروازه ما و شما میاد اونش خیلی بی نصیب نگذاریم بهتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. ما از زبان شما شنیدیم که جارو به مزار حضرت امیر جان شفا ندارد، پس چرا آنجا بر ما نمیفهمانند؟ جوابش را مفصل بیان کنید. برادران از همین داخل ممکنه بچه های اطراف ماست، ما هر بیگه که امر معروف داریم کم و بیش یک روز درباره همین زیارت مزارها گپ زدیم و جاروبی که در حضرت امیر جان هست که مثال آدم هایی که در بدنشان زخمی آزخ دارند و دیگر زخم ها دارند می روند و او یک جاروبی دارد و او جاروب در بالای می کشد، او شفا می شود. البته از زبان ما این سخن برآمدگی است. رسول اکرم میگد الا انبئکم باکبر الکبائر، همنشین ها را گفت آیا با کلانترین شرک با شما صحبت کنم؟ از همه ده کلانترین شرک، کلانترین گناه کدام گناه هست؟ میگد این لفظ پیغمبر 3 بار گفتن. 3 بار گفتن آیا با کلانترین گناه با شما صحبت کنم؟ میگه صحابه گفتن بله. ابوبکر صدیق بود میگه گفت بله رسول اکرم چی هست؟ کلانترین گناه چی هست؟ رسول الله گفتن الشرک بالله، شرک به خدا آوردن. این عملی که ما و شما در اطراف مزار میکنیم باور کنین این شرک است. خداوند در قرآن میگوید که من مغفرت میکنم همه گناه را مگر شرک نمیبخشم. شرک بخشیده نمیشود، لیکن دیگر تمام گناه را بعد آنی که جزاش میگیرد میبخشمش، لیکن شرک ابدی میسوزد. این شرک چی هست؟ شرک همین است که ما و شما وقتی که من ضد زیارت قبرستان نیستم، زیرا من هم پیرو حدیث پیغمبر خدا هستم که رسول الله میگه شما گورستان را زیارت کنید، گورستان ها را زیارت کنید تا که از اونجا شما عبرت بگیرید. به نیت عبرت ما و شما را پیغمبر خدا تعلیم دادن که به گورستان ها برین. امروز ما و شما زیارت حضرت امیر جان به چنان سطح رسانیدیم که حتی به نام حضرت امیر جان قسم میخوریم که حضرت امیر جان بزنم
به خدا قسم این شرک تیار است. حضرت امیر جان هیچ کدام ما و شما را زده نمیتواند. ما دوستداری حضرت امیر جان هستیم، زیرا او عالم بود، اون داملا بود، او کس انسانها را به سوی اسلام دعوت میکرد. او حضرت این چیزا نمیخواست از ما و شما. این عمل ما و شما میکنیم، این را حضرت راضی نیست. خود حضرت امیر جان بزنم، حالان که قسم در قرآن چی است؟ والله بالله تالله، حتی محمد زده نمیتونه شما را، حتی هیچ پیغمبری زده نمیتواند شما را. فقط قسم به خدا خوردن در کار. خدا انسان زده میتواند، نه پیغمبر، نه مزار، نه اولیا، نه داملا، هیچ کس زده نمیتواند. شما به نام اینا قسم نخورین، این گناه است. اثر اینا به ما و شما تاثیر کرد. امروز به شیر، آب، مزار حضرت امام اسکر جان، مزار حضرت سلطان، اینا ما و شما قادر نیستن زدنده. بین تا چی اندازه ما و شما آمده رسیدیم که حتی که به نام اونها قسم میخوریم. از این خاطر در زیارت این مزارها، علل خصوص من جوانها را مراجعت میکنم، بسیار احتیاط باشین. از زیارت یک مزار ده زیارت عالی مکنین 10 برابر برای شما نیک است. اون مزار است، او خواب است حضرت، او روحی او در جنت است. آدمی زنده را پیشش برین که از اون منفعت بگیرین. شما مرده را وقت دیدین، رسول اکرم چی گفت؟ کفا بالموت واعظا. شما همین مرده را که دیدین به خود بیاین که من هم مرنده هستم، نه اینکه رفته غشتای او را شما غشتی که در امان اطراف حضرت امیر جان چیندن، او را همین اداره صبح 15 چیندگی است. مردم رفته میلیسه همورا. یک سنگ دیگه در اوجا ماندگی و گهواره حضرت امیر جان است. از کجا گهواره دارد؟ کی گهواره برای ما و شما میتراشد؟ این خرافات ها را ما و شما زمانی آمده است که ترکشون کنیم. زیارت همچنان کنیم که یک زیارت. حضرت ها محتاج دعای ما و شما هستند. میگذاریم خدا رحمت و مغفرت تان کرد، گفته میگذاریم بریم. نه مثال جاروبی و چی شفا داره؟ شفا از جانب خداست. و ننزل من القرآن ما هو شفا. قرآن شفا است آخه، نخواد جاروب شفا باشد. یا خار دنای دروازاتان در یک خار کلان ماندگی، یک نل اسب در دروازاتان چکاندگی، اینا چی معنا دارن آخه؟ اینا را ترک کنین. از دست اینا هیچ چیز نمی آید. اینا شرک به خدا آوردن است. شما سوره الحمد میخوانید، سوره فاتحه را چی میگین شما؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا یگانه من تو را عبادت میکنم و یگانه از تو مدد طلب میکنم. پس چرا تو به خار ایمان آورده؟ پس چرا تو به نل اسب ایمان آورده؟ تو چرا به حضرت امیر جان ایمان آورده؟ تو حضرت امیر جان همچی یک آدمی عادیه که گوریستان از زیارت میکنی، مثل همون زیارتش کن. از او تو شفا طلب نکن، از او تو فرزند طلب نکن. اونا قادر این کار نیستن. اونا حضرت ها خود از این راضی نیستن. سلام علیکم داملای عزیز. آیا سلام کردن با دختر امکی جایز است یا نه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید که آن زنهایی که نکاح آنها به شما درست است، یعنی آنها نکارس هستند، با آنها سلام کردن رسول اکرم به چی تشبیه دادن؟ به این تشبیه دادن که اگر در سر یکی از شما ای برادرها یک میخ آهنین بگیرن و میخ آهنین در سر شما فرو برن، این برای شما بهتر است از آنی که دست یک نامحرم گرفته سلام میکنید. دختر عمکی هست، همسینفت است، همسایت است، تو حق نداری که دست به سوی دراز کنی سلام کنی با او. اگرچه امروز دخترای ما و شما به حیا شدن، ما باید احتیاط کنیم. اونا احتیاط نمیکنن، اونا از خدا نمیترسن، ما و شما خود احتیاط کنیم. دستش دراز کرد، دست ما دراز نمیکنم، دست ما دراز نمیکنم. سلام علیک، سلام علیک بس.
این رسول اکرم توصیهش است. وقتی ما و شما سلام کی کردیم، انسان زنده است، دستی تو به دست یک دختر نامحرم وقتی که میرسد، بخواهی نخواهی این فرزندهای زنا هستند در دل تو. البته اون شهوتی و ذوقی و دست ملایمی او در دل تو پیدا می شود. از این خاطر هیچگاه برای شما رخصت نیست که سلام کنید. ان شاء الله یک برادر بسیار سوال طولانی کرده است در باب همین دخترایی که امروز بی حیا هستند، بی سطر هستند، مردم تاجیک هستند که اینها را میگد لباس تاجیکی خودشان میزیبد، امروز به لباسهای اروپایی عوض کردن. درباره اینها صحبت میکردی. ان شاء الله ما یک صحبت مفصل داریم. خدا خواسته باشد، تن من صحت باشد، شرایط آماده باشد، هیچ یک اغوا و یگان فتنه دیگر نخیزد، ان شاء الله اینها را به سمع